شریعت به وحدت امر کرده است. از تفریقه، جدایی، کشاکشی، بدبینی، جنگ، از این چیزا حذر کنانیده است و اتحاد امر کرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله نماز خواندن، دیدن که دو آدم به نماز همراه نشده است. گفتن که ما منعکما ان تصلی مع القوم او کما قال صلی الله علیه و سلم، شما رو چی من کرد که همراه جماعت نماز نخواندید؟ الستما بمسلمینی، مگر شما مسلمان نیستید؟ گفتن که بله یا رسول الله، بله یا رسول الله، ما مسلمان هستیم، لیکن ما نماز عصر بود در پیش شترها ما خواندیم. یک جا مثلا اینا مسافر بودن، اسباشون و شتراشون رو بستگی بودن، اونجا نمازهای خواندین با اون فکر که جماعت خوانده شدگی. گفتن بعد آمدین مسجد که جماعت خوانده ایستاده است، بعد نشستین همراه نشده. خب یک آدمی نو از مسجد اگر در آید یا از بیرون نگاه کنیم به همین منظره، مسلمان های داخل همین مسجد به دو گروه تقسیم شده است. یک گروهش نماز خوانده ایستادن، یک گروهش نخوانده ایستادن. همین پیغمبر صلی الله علیه و آله انکار کردن، گفتن که این خیل نکنید. اگر رفتو در خانه تون یا در نزد شترهاتون نمازاتون خوانده باشید و با گمانی اون که مسجد خوانده شد، ثانی مسجد آمدید، بعد مسجد آمدید که مسجد نخوانده است، گپ نزنید ما خواندیم نگویید و همراهی مردم خوانید، این برای شما نافله میشد. وحدت رعایت کنید. بنابراین از نگاه سنت این است که جماعت خوانده ایستاده، شما در آمده اول سنت نمیخوانید. درست است که شما سنت بر وقتر میخواندید، سنتی بامداد مثلا یا سنتی پیشینه پیش از فرض، لیکن شما دیر آمدید. وقتی آمدید مردم جماعت خوانده ایستادن، شما اینجا سنت نخوانید پیش استومانده. شما روید همراهی امام اقتدا کنید. حتی اگر امام در سجده باشد، بعد آدم‌ها پایده میستن که خیزد یا عبارسانی اقتدا میکنن. نادرست است. شاید همون یک سجده ای که درک میکنی، شیطان یک سجده نکرده بدبخت شد. شاید همین سجده که دی نجات یابی، همین سجده ای که رکعت حساب نمیشه،